بنیاد بزرگمهر تشکیلات حقوقی بوده بیرون از تاجیکستان از جانب خویش و نزدیکان محبوسان سیاسی کشور تأسیس یافته است. این بنیاد به خاطر محبوس سیاسی تاجیک ادوکت شناخته بزرگمهر یاروف که دارنده جایزه هاما هامینی، جایزه به نام فیض‌نیسا واحدова و دیپلم جایزه واصلاو هاول 2019 نامگذاری شده است. مرام و مقصد بنیاد بزرگمهر بلند برداشتن سطح دانش حقوقی مردم، رسانیدن یاری حقوقی به نیازمندان، بررسی و رسانوی کردن قضیه های محبوسان سیاسی و افرادی که تحت تعقیب قرار دارند، اینچنین مانیتورینگ وضع حقوق بشر در تاجیکستان می باشد. در سامانه بنیاد بزرگمهر جزئیات پرونده های پرسر و صدا، بررسی تغییر و علاوه ها در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، مشورت های حقوقی، برنامه های ویدیویی آموزشی آماده و نشر می شوند. شما نیز می توانید در این پروژه با ما سهم گذار باشید. بعد از تلاش‌های زیاد با ما نزدیکان محبوسان سیاسی توجیک میسر شد که بنیاد را به رسمیت درآوریم. از فرصت استفاده برده من به تمام کسانی که با ما در این سمت یاری خود را رساندند منتداریم را بیان میکنم. بنیاد بزرگمهر یاروف اساساً در 3 سمت فعالیت میکند. در سمت بررسی پرونده های محبوسان سیاسی، رساندن یاری حقوقی رایگان به محتاجان و اینچنین مانیتورینگ وضع حقوق بشر در جمهوری. باید قید کرد که تشکیلات ما تشکیلات غیر سیاسی می باشد و همیشه برای همکاری با مقامات های تخیلداری جمهوری تاجیکستان، تشکیلات های داخلی حفظ حقوق یا اینکه تشکیلات های بین المللی حفظ حقوق و اینچنین شخصان علاهیده گشوده است.